آقا اومدم بیرون یه سیگار بکشم، خدا به سر شاید اصلا بغضم گرفت. تو این کوچه ها انگار بوم انداختی، هیچ خبری نیست، فقط گربه از در و دیوار میره بالا. کجان مردم؟ آقا یه زمانی یعنی ساعت 7:30 8 ما میادیم، خدا بیامرزدش بابا ما میگفت آقا شام بخورین تا بریم شب نشینی فلان رفیقش. از خونه که می اومدیم بیرون، این کوچه آقا اون کوچه، هر کجا که میرفتی ها همه داشتن میرفتن شب نشینی، از این ور به اون ور، این برم خونی داداشش، اون برم خونی فامیلش. حالا چی شده؟ اون موقع میرفتی شب نشینی چه حالی میداد، میرفتی زیر کرسی، طرف میرفت یه بند کشمش میورد، سیب میورد، تخمه میورد، نه این واقعیت. یا یکم به قول خودمون چوسافیل میورد اونجا میخوردیم، ما چه حالی میکردیم موقع. الان نگاه کن خدا شاهده، من این کوچه ها رو میبینم اصلا اعصابم میریزه. یعنی نگاه کن اصلا هیچ خبری، اصلا بو بر نمیزنه تو این کوچه ها.